یک عجیبین جمله یک نوشته مندی نوشته ایشه که چی واسطه اهل غزه با وجود یه محاصره، با وجود این شد و تون غزه مردم الله گشته توار کو و جن اگر محاصره، اگر شد و تون، اگر بمباران، اگر یه فشار توانتی که انسان یا چه دین بیزار بکن گوڑا غزه مردمان باید سالها پیسر وتی ایمان خاک حواله کتی. عجیبشین دقیق همه ویرانی کوچیانی تها، اما رتکگین سقفانی سرا، اما خالی این سفریانی سرا الله اینام چه درستان گشته گرگ بی گوندین طفل گوندین چوک نگنی نیستی پا ورگا بله وتی دعای ترک ندن. مات جایی که یک ماتی وتی چوکا خاک حواله کن، خاک میار کن، دفنی کند، بله چه ای زبانا چی الحمدلله قطع نبی. پمیشکا گوشند که غزه نه تنها سرزمین مقاومت بلکه مهد یقین، نه محاصره نه شد و تون و نه بمبا آچ خدای یادا غافل کتن، چه خدای جدا نکتنشان. امی ایمان برکتا، امی قوت ایمانی گما تا یه حدایشان صبر و استقامت کت.